سلام، امروز ما می‌خواهیم معلومات درباره تغییرات سطل زباله ها دهیم برایتان. آیا می دانستید که برنامه جمع‌آوری زباله شما تغییر کرده است؟ حالا هر کس 3 سطل زباله دارد: زرد، قرمز و سبز. و سطل زباله سرخ، سطل بازیافت زرد شما هر 2 هفته یک بار جمع‌آوری می شود. بنابراین سطل سبز و سرخ و سپس سطل سبز و زرد و دوباره سطل سبز و سرخ و همین طور ادامه‌وار. پس داخل هر سطل چه نوع زباله را باید انداخت؟ شورای شهر بندگو و یا کانسول این راهنمایی آسان و مفید را به 4 زبان مختلف تهیه نموده است. بیایید به آن نگاه کنیم. قسمت اول جاهای مختلف را توضیح می دهد که شما می توانید موارد مختلف را ببرید. دستاورد سبز به سطل سبز اشاره دارد، سرخ به سطل سرخ و زرد به سطل زرد مربوط می شود. در نقاط مختلف بندگو سطل‌های بزرگی بنفش وجود دارد که شما می توانید زباله‌های شیشه خود را ببرید. رنگ صورتی برای اهدا به خیریه می باشد. این جعبه به شما نشان می دهد که چه چیزی را در چه سطلی بیاندازید. ورق آشپزی به رنگ سرخ است، پس داخل سطل سرخ باید انداخته شود. کارتن‌ها و کارتن‌های تخم مرغ باید داخل سطل زرد انداخته شود. در پوشه‌های چوب پنبه‌ای سبز رنگ هست، پس درون سطل سبز باید انداخته شود. پس رنگ آبی برای وسایل برقی چطور می شود؟ بیایید برگردیم به بخش اول. آبی شماره 6 است. مرکز بازیافت ایگل هوب. خیلی چیزها می تواند به اینجا برده شود و شما اجازه ندارید وسایل برقی را در داخل سطل سرخ بیاندازید. وسایل برقی تان باید در اینجا برده شود. لیوان‌های قهوه‌ای 2 انتخاب دارند: زباله‌های دفنی یا خاکستری شماره 9. لیوان‌های قهوه‌ای می‌تواند نیز اینجا بازیافت شود و خیلی مهم میباشد که زباله‌های خود را در سطل‌های درست و صحیح بگذاریم. همراه با سطل زباله سبز به شما یک سطل کوچک دیگر و مقدار پلاستیک سبز رنگ نیز داده می شود و این پلاستیک ها مخصوصاً برای این ساخته شده اند که شما ضایعات غذایی خود را در داخل آن بریزید و مستقیم داخل سطل زباله سبز رنگ بگذارید. تمام ضایعات غذایی شما، دستمال کاغذی، برگ‌ها، شاخه و برگ‌ها و بریده‌های درختان و حتی مدفوع سگ درون سطل زباله سبز انداخته می شود و تجزیه می شود و به خاک تبدیل می شود. شما نمی توانید پلاستیک، بسته‌بندی‌ها و یا مواد پرینت شده را درون سطل سبز بیاندازید. اگر پلاستیک‌های سبز شما تمام شده باشد، می توانید به شورای شهر بندگو و یا کانسول تماس بگیرید و درخواست کنید با این شماره 13402642. مواردی که در درون سطل‌های زرد می‌گذاریم به موارد و اشکال دیگر بازیافت می‌شود. بازیافت زباله یکی از بهترین راه‌هایی است که کمک می‌کند تا ما محیط زیستمان را تمیز، پاکیزه و پایدار نگه داریم. کاغذ کارتن، آلومینیوم، استیل فویل و ظروف پلاستیکی سخت همه می‌توانند بازیافت شوند. اطمینان حاصل کنید تا این موارد را بدون اینکه درون پلاستیک بگذارید آنها را درون سطل زرد بگذارید، چون این پلاستیک ها نمی‌تواند بازیافت شود. هر آنچه که شما در درون سطل‌های سرخ خود می‌گذارید در زمین دفن خواهد شد درون یک سوراخ بزرگ در زمین که برای محیط زیست بد خواهد بود. خیلی مهم هست که ما با همدیگر همکاری کنیم و سعی کنیم مقدار زباله‌ای که در زمین دفن می‌کنیم را کاهش دهیم. بهترین راه‌های برای این کار استفاده درست و مناسب از سطل‌های سبز و زرد می‌باشد تا حد امکان زباله‌ها بازیافت شود یا تجزیه شود.
لطفاً به این دفتر مراجعه کنید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به شورای شهر بندگوی بزرگ با شماره تماس و یا وبسایت به تماس شوید. و تشکر، امیدوارم که این معلومات برایتان مفید بوده باشد.